خب حالا بریم توی مطبخ. احمدی چیه تلفنه؟ تلفن داره. تلویزیون منتظر نیم بگیری. ای ممقلی ممقلی اینجا چیکار میکنه؟ او برار عجب تنوری. بچه ها این ولاگو برای شما گرفتم. این زن ممقلیه. واه واه چه جوی قشنگه. قلبیر ماشو. کله قندارو به میگن قروت سو. قروت میسابه. این ترازوه. ترازو، سماور، والور، نمیدونم چی کوزه. ای چی؟ عمدی ای چیه؟ اگه بچه ها میدونین اسم اینو بهم بگیم. این ترازو دیگه هم داره. این ترازو که به صورت اینجوری ببینید این ترازوش. این یک زنگوله دیگه اینجا داره. خواب اوه بابای ممقلی. او قیچی و چیو از بخور لازم نداری. نه سلام هم خسته نباشه. ببخشید که ما انشالله پر سر صدای خوب برگردی جوانی و سر صداش. این برچم مولنگاش داده هوا. باید که مثل شما اول رفت توی مطبخ دنبال شکم، بعد آمد پای درس ملا گرفتهش به فلک. به فلک سالیه داره فلک میشه به خاطر همین. ایوه حالا فهمیدم چی. خیلی خوش آمدید شما. ملایش وقت شما عزیزان رو بگیرم. موزه ویزی جلو پاتون معرفی کنم. بنده کاتب قرآن هستم. طراحی کنجا خدمتتون هستم و من آیت الکرسی کار شده مختص خود بنده است. هیچ جای کره خاکم این نمونه ها رو نمیبینید. منظره طرح مستحق قلب حرم امام رضا علیه السلام تماما آیت الکرسی. جلو پاتون هم ارز جواد الائمه علیه السلام چند سایزی کار کرد. اینجا پشت پاتون اشعار بزرگان انواع تابلوهای خط نقاشی رو زمین، تابلوهای مینیاتوری کار روی آینه، سفال، سرامیک، چوب و شیشه خدمتتونم. کالیگرافی، نقاشی خطهای مختلف، تابلوهای چهارقل آیت الکرسی در ابعاد مختلف، تابلوهای کهنه کاری شده